و این فکر میکنه که الان توپولوژی از اینجا وارد میشه در و استفاده میشه. اینا به هم کاملا ارتباط دارن. الان ببینید دکتر مرادی میشناسید؟ بله، دکتر جوانه. شاهش خانانی الان رفته با یه استاد کاربردی در دانشگاه تهران داره کار. استاد اون کاربردی هم هست در عملیات. ببینید اینا چی کار میکنن که یک زمینه مشترک دارن که با هم میتونن کار کنن و دارن مقاله میکنن. متوجه هستید؟ پس اینا رو شما پیش نکنید که اینجوری. باید همه اینا رو در یاد بگیرید، بالاتر چه برید خودتون خواهید کرد. یه من بیشتر توضیح نمیدم و همین اندازه حالا هندسه هم مثلا نگفتم. تو زیاد شناخت ندارم. هندسه بیشتری شناختش من دارم هندسه جبری هست یا هندسه توپولوژیش هست، نظریه جبری، نظریه هندسی اعداد هست. حالا ما تو اون قسمت جبر نظریه جبری اعداد هم داریم. شاخه‌های بیشتری شاخه که کار میشن اون هندسه جبریه که مخصوص با جبر جابجایی، یعنی با این کاملا درسته. اصلا جبر جابجایی موجود هندسه جبری، موجود هندسه جبری. در اصل اینا کاملا با هم در ارتباط هست. فکر نکنید که نمیشه. من میگن کاشی بوده کاربردی بلد بودم، کاشی بوده جبری بلد بودم. تو آنالیز من درس کار کردم به نام آنالیز تابعی که الان به دردم می‌خوره در جریان فرمول خیلی به دردم می‌خوره و الی آخر اون رو کار کردن اون خیلی به نفعم. میتونم در یک زمینه خاصی به تحقیقات بکنم.